بدل دموع دما، عوض اشک من خون اصلا گریه میکنم. نه اینکه این تموم، بعضی اشتباه ترجمه میکنن یعنی این تموم میشه بعد تازه خون. میگه من خون گریه میکنم. مگه نخوندید ناحیه مقدسه رو؟ زیارت ناحیه مقدسه زیارتی است که روضه امام زمان برای امام حسین. این روضه رو یاد داده آقا، خود آقا به ما یاد داده. میخواید برسید به من، با اشک بر حسین شروع کنید. عزیز دل من، شب نیمه شعبان افضل اعمالش زیارت امام حسین است. افضل اعمال زیارت امام حسین. برای چی میگن افضل اعمال؟ میگه میخوای به عهد با من برسی دیگه ها. عزیزم میدونی شب نزول، حالا نزول که یعنی امیرالمومنین فرموده، شب نوشته شدن دعای کملکه، شب نیمه شعبان. اصلا شما دقت بکن، شما شب جمعه باید تو ندبه توی کمیل، میخوام در کمیل اشک بریزی که جمعه صبحش بتونی ندبه بخونی. اصلا داستان با اشک شروع میشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا، یعنی بابا من دعام دیگه نمیگیره. اگه میگرفت بابا این همه گفتیم اللهم عجل ولیک الفرج، یه چیزی این خراب شده این دل دیگه. راهش اینه عزیز من، ما باید مضطر خودت بشی و بفهمی نداری، بفهمی اصل نداشته های زمین مهدی است. مبادا کلا سرت بگذارد ای داد بذار خونه رو عوض کنه، ای داد ماشینه اینجوریه، ای داد موبایل اینجوریه، بازی نخوری یا به خدا. اینا فاذا رأوا تجارة او لهو، اینا همش تجارت و لهو و لعب میبینن، انفضوا الیها، میرن اون طرف، و ترکوک قائما، تو رو ترک کردن قائم ماندی، چون اینا حواسشون فقط تو تجارت و لهو و لعبه. چجوری دیگه قرآن باید بگه؟ همین سوره رو هر ظهر جمعه تو نماز جمعه میخونی که چرا بفهمی چرا صبح جمعه اون ظهور اتفاق نیفتاد. چطور موبایلت نیست میفهمی نداری، سویچ ماشینت نیست میفهمی نداری، اعضای خانوادت نیست میفهمی نداری. عقلاً باید به این برسی که نداری. عزیزم یتیمی، به چه زبون بهت بگم؟ اینجوری زدن تو سرت تا حالا؟ من تو سرت میزنم بهت میگم یتیمی نداری، پدر اصلی اوست. اضطرار شرط. امشب باید تا صبح زجه بزنی، یه جوری گریه بکنی ها که هیچ وقت تو عمرت گریه نکردی. هیچی هم نخواه، هیچی دیگه نخواه، فقط خودشو. مهدی مددی